بعد بیشتر از یک سال بازداشت شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، خانواده‌اش با او در زندان ملاقات کردند. سیاستمدار شناخته ماه فوریه امسال در دایره پرونده پرسر و صدای کوشش تبادلات با اتهام خیانت به دولت و دیگر جنایت‌ها به 18 سال زندان محکوم شد. خودش و نزدیکانش میگویند که او گناهی نکرده است. یکی از نزدیکان شاکرجان حکیموف روز 1 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت 2 هفته پیش همسر و پسرش با شاکرجان حکیموف در زندان در شهر وحدت ملاقات کرده از احوالش خبردار شدند. با گفته همصحبت رادیو آزادی، شاکرجان حکیموف لاغر شده است و از شرایط و معامله پاسبان‌های زندان شکایت نداشت. عزیزانش به سیاستمدار تاجیک به شاکرجان حکیموف دارو و دوا برای قلب و پیشگیری از رقیق شدن خون را دادند. ملاقات نزدیکان شاکرجان با او در پی مراجعت‌های به تکرارشان به دادستانی و دادگاه صورت گرفته است. قبلا خانواده این سیاستمدار نگرانی داشتند که مقامات اجازه دیدار با او را نمی‌دهند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، نزدیکان برخی از سیاستمداران دیگر هم که در دایره پرونده کوشش تبادلات زندانی شده بودند، در هفته‌های اخیر با آنها ملاقات کردند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه امسال همراه شاکرجان حکیموف چهره‌های دیگری معروف سیاسی و اجتماعی از جمله سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان، همراه خان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق، رخشان حکیمووا روزنامه‌نگار و 2 افسر سابق کمیته امنیت ملی را با اتهام خیانت به دولت کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرد.